سلام بچه‌ها، میخوام بریم سراغ تدریس اولین کتابه تاپ ناچ فاندامنتال A. کتاب قوی تاپ ناچ تو درس اولش در رابطه با چی صحبت میکنه؟ در رابطه با اینترودیوس. مثل این میمونه که شما اولین بار میخوام با یکی آشنا بشین، توی اولین قرار چیکار کنین؟ همدیگه رو معرفی کنین، به همدیگه معرفی بشین. خب نه من شما رو میشناسم نه شما منو میشناسید. پس تو پارت اول میریم سراغ اینترودیوس یعنی معرفی کردن. Introduce yourself. خودتو معرفی کن. Hi, I'm Betty. من بتی هستم. شما Hi, I'm Martin. پس من توی introduce فقط خودم معرفی میکنم. من وقتی خودم معرفی میکنم به شما، بعدش چیکار میکنم؟ میگم glad to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Glad to meet you. It's a pleasure to meet you. Pleasure to meet you. Pleasure to meet you برای فضای رسمی تر. مثلا من شما رو توی یه ارگان دولتی توی جلسه خیلی مهم میبینم. دیگه قرار نیست به شما بگم nice to meet you. لول صحبتمو میبرم بالاتر. میگم it's a pleasure to meet you. باعث افتخار منه ملاقات شما. من میتونم nice to meet you رو هر جایی بگم. glad to meet you رو هر جایی بگم. بچه دقت کنید. nice to meet you. meet وقتی به you میچسبه یه صدای چ تولید میکنه. nice to meet you. nice to meet you too. نفر دوم تو رو میگه، یعنی به معنای همچنین. خیلی خوب، پس با هم دیگه میریم سراغ اولین بار. Introduce yourself. Hi, I'm Betty. Hi Betty, I'm Mike. Hi Mike. Glad to meet you. Glad to meet you too. پس این شد یه معرفی کوتاه. دومین مرحله چیه؟ میریم سراغ greet یعنی چی؟ یعنی احوال پرسی کردن. توی احوال پرسی کردن توی greet ما تو مدرسه یاد گرفته بودیم میگیم how are you? I'm fine thank you and you. حالا بهترشو میگیم، حالا واژه‌های قشنگتر، عبارت‌های بهتر. به جای how are you میگم how's it going؟ چطوری؟ how's everything؟ حالا چطوره؟ تو جوابش به جای که بگم I'm fine thank you میگم I'm great thank you. یا میتونم بگم I'm so thank you. I'm not bad thank you and you. یادتون باشه هر وقت سوال پرسیدن ازتون شما حتما با and you اون سوال رو به خودشون برگردونه. خیلی خوب، پس بریم یه چکیده‌ای با هم دیگه بگیم. تو introduce you چی یاد گرفتیم؟ گفتیم اول خودمون رو معرفی میکنیم، بعد تو جوابش میگیم nice to meet you. glad to meet you. یا it's a pleasure to meet you. نفر دوم تو رو هم میگه. قسمت greet به معنای احوال پرسی کردن. گفتیم به جای how are you میتونیم بگیم how's it going. میتونیم بگیم how's everything. به جای fine thank you چی بگیم؟ به جای I'm fine thank you میتونیم بگیم I'm great. great احوال پرسی کردن. great عالیم، خیلی خوبم، توپم. یا میتونم بگم so ای بد نیستم، یا اصلا not bad. خب قسمت بعدی سراغ goodbye میریم. goodbye به معنای خداحافظی کردن. چرا اینا رو با هم دیگه میکسش میکنیم؟ چون من ممکنه توی خیابون یکی رو ببینم یهویی همونجا باهاش آشنا بشم، احوال پرسی کنم و ازش جدا بشم. پس این یک مکالمه خیلی کوتاهه. goodbye see you later take care. پس دو تا عبارته برای goodbye. دو تا عبارته see you later و take care رو دارم. خب later دقت کردین؟ نمیگم later. پس برای اینکه قشنگ‌تر صحبت کنین اگه آخر کلمه بود شبیه د تلفظش بکنین. ببین همش رو با هم دیگه میکسش کنین. میخوایم چیکار کنیم؟ introduce, greet, say goodbye. Introduce yourself. Hi, I'm Betty. Glad to meet you. Glad to meet you too. How's everything? I'm great, thank you. And you? I'm great. Goodbye, bye. See you later, take care. یک مکالمه خیلی کوتاه. خب قسمت بعدیمون در مورد occupation. ما خیلی وقتا در رابطه با occupation چیزایی رو شنیدیم مثل job یعنی occupation. پس ما رتبه اسپیکینگمون رو بریم بالاتر، دامنه لغتمون رو بهتر میکنیم. به جای که بگم job, what's your job میتونم بگم what's your occupation. شغلت چیه؟ یا میتونم بگم what do you do. خب what do you do؟ ما یه عالمه شغل رو تو این صفحه داریم. اولیش چیه؟ a teacher. بعدش
a student. بعدش an architect. بعدش an actor, an athlete, a musician, an artist, a banker, a singer, a flight attendant. چرا بعضیشو با A گفت بعضی رو با an؟ دقت کردیم؟ گفتش که a teacher, a student, an architect. فلسفه A و an چیه؟ میگیم A و an برای چی استفاده میشه؟ اینا حرف تعریف هستن که من میتونم از an برای مثبت‌های کوتاه و بلند استفاده بکنم. مثبت‌های کوتاه و بلند چیه؟ یعنی همون A, E, I, U و O. هر وقت این حرف ها، این 5 تا حرف اول یک کلمه بیاد، به جای اینکه از A استفاده کنم از an استفاده میکنم. پس میگم an artist, an architect, an athlete. خب این به این معنی نیستش که فقط ببینمش، حتما باید بشنومش. ببینید این کلمه hour رو به معنی ساعت میخوام بگم یه ساعت، میگم an hour. مگه با H شروع نشده؟ پس چرا باید با an بیاد؟ چون H اینجا اصلا خونده نمیشه، فقط نوشته میشه. پس هر چی که این وول ها یا همون مصوت ها شنیده بشن میتونن ایفای نقش بکنن و میتونیم از حرف تعریف an براشون استفاده کنیم. A chef, a writer, a manager, a scientist, a doctor, an engineer, a photographer, a pilot. اینا همه شدن حروف تعریف. خب توی زبان انگلیسی وقتی میخوایم یه جمله ساده رو بگیم از فاعل، فعل، مفعول، قید مکان، قید زمان و غیره استفاده میکنیم. ولی راحت ترین جمله‌ای که میتونم بسازم زمان حال ساده است. زمان حال ساده با فعل to be. فعل to be یعنی چی؟ یعنی همون ام و ایز و آری که داشتیم. خب فاعل یعنی چی؟ فاعل یعنی کننده کار. اون اسمی که آغاز یک جمله میاد. اون اسم میتونه علی باشه، میتونه بتی باشه، میتونه هر کس دیگه ای باشه. من میتونم جایگزینش ضمیر بیارم. به جای اینکه بگم علی میتونم بگم هی. به جای اینکه بگم رویا میتونم بگم شی. پس من میتونم جایگزین کنم ضمیر رو به جای اسم و آغاز کننده جمله منه. خب حالا یه جمله به من بگین با فعل to be. فعل to be من am, is, are. اوکی. علی is a pilot. علی هست یک خلبان. She is a teacher. They are flight attendants. اینا شدن جملات من به زمان حال ساده با فعل to be. هر وقت شما فعل to be رو داشتین میتونید از خودش سوال بسازید. یعنی چی از خودش؟ یعنی از خودش استفاده کنید برای سوال ساختن. من میتونم یه جمله بنویسم، میگم علی is a pilot. این جمله من. چجوری کوئسچن بسازم؟ با جابجایی فعل و فاعل. is علی a pilot؟ آیا علی یک خلبان هست؟ پس is علی a pilot؟ Yes, he is. جواب کامل. Yes, he is. He is a pilot. No, he isn't. He isn't a pilot. پس اینم از occupation ها. پس ما یه عالم occupation داشتیم که بعضیش رو از حرف تعریف A استفاده می کردیم و بعضیش رو از حرف تعریف an استفاده می کردیم و تونستیم باهاش جمله بسازیم. جمله ما حتما باید با فاعل شروع بشه و دومین جایگاه فعل منه که فعلا در رابطه با فعل to be صحبت کردیم. am, is, are. I am, you are, she is, he is, we are, they are. اوکی. خب حالا میخوام بریم سراغ identify، معرفی کردن. Excuse me، چقدر این کلمه براتون آشناست؟ چقدر اینو شنیدین؟ Excuse me، ببخشید، اصلا به معنای عذرخواهی کردن نیستشو. من برای عذرخواهی کردن میتونم از عبارت I do apologize استفاده کنم. پس الان فقط میخوام بگم آقا ببخشید، من یه سوال دارم، خانم ببخشید. پس این به معنای فقط یه سوال پرسیدنه، یک طور پرسش کوتاه، یک کمک کوتاه. Excuse me, are you Mary؟ آیا تو مری هستی؟ No, I'm not. I'm Betty. That's Mary. Where? Right over there. Thank you. You're welcome. یه مکالمه کوتاه.
فقط خواستم خودم معرفی کنم و اون شخصی که اونجا هست. دوباره با هم میگیم Excuse me, are you Mary? Excuse me, are you Royal? No, I'm not. I'm Betty. That's Royal. Where? Right over there. Thank you. You're right. خب بعد میریم سراغ nouns. اسامی ما یا proper هستن یا common هستن. وقتی در مورد اسامی proper صحبت میکنیم یعنی همون اسامی خاص. اسامی خاص یعنی چی؟ اسم، فامیل، شهر، کشور. خب first name, last name, city, country. اینا حتما proper noun هستن که باید با حرف capital letter شروع بشن، با حرف بزرگ شروع بشن. خب یعنی چی؟ یعنی من میتونم بگم که بتی، میتونم بگم طالب زاده، میتونم بگم بوشنور، میتونم بگم ایوان. ببینی بتی، طالب زاده، بوشنور، ایوان، همه اینا کپیتال لتر هستن، همش با حرف بزرگ شروع شدن. پس به اینا میگیم proper nouns. خاصیت proper nouns اینه که حتما با حرف بزرگ شروع بشه. بقیه اسامی کامان هستن، مثل شغلا، مثل در، دیوار، پنجره، هر چیزی که محیط اطرافمون باشه همشون کامان محسوب میشن به معنای اسامی عام. قسمت بعدی در مورد سیلاب هست. سیلاب بحث قشنگیه. من وقتی بخوام یه چیزی رو بگم، ما تو مدرسه کلاس اول سیلاب ها رو خوندیم. توی کلاس اولمون چی گفتن؟ با سیلاب بوده که من تونستم، بچه تونسته اون کلمه رو درست تکرار کنه، درست یاد بگیره و تشخیص بده. مثلا من به شما میگم مامان چند بخشه، شما میگین مامان، با دستتون این کارو میکنید. پس ذهن ما آماده و پذیرای اون آهنگیه که من ایجاد میکنم برای بخش ها. بابا چند بخشه، بابا، پنجره، اینو قشنگ روون میاد برامون. ولی آیا به دلیلش فکر کردین که چرا این شده 2 بخش، اون شده 3 بخش؟ اصلا ما توی انگلیسی، زبان انگلیسی همونجور که این مصوت ها رو داریم، توی زبان فارسی هم مصوت های چی رو داریم؟ ا، ای، او و آ، او، ای رو داریم. اینا باعث ایجاد هجاها و بخش ها میشن. وقتی من میگم پنجره، پنجره، این باعث میشه 3 تا سیلاب داشته باشن. چجوری میتونین سیلاب های یک شغل رو بشمارین؟ مثلا من میگم teacher، شما بگین تیچر چند بخشه؟ با خودتون میگین آها بر اساس آهنگش تیچر، اوکی 2 بخشه، درست. ساینتیست، 3 بخشه. ولی باید توجه کنید این ریتم دلیلش چیه؟ به خاطر وجود این مصوت هاست. حالا نگاه کنین تیچر رو، تیچر، مگه من نگفتم اینو به تعدادش بستگی داره؟ چرا اینجا من 2 تا دارم، اینجا 1 دونه دارم، ولی خب 2 تا سیلاب میشه؟ وقتی ای و ای کنار هم یه دونه صدا تولید میکنن، پس همون یه دونه هجا رو محسوب میشه، یه دونه مصوت داریم. پس میگیم teacher یا student. بچه نگید student ها، و نمیشه student، میشه 3 تا. ما 3 تا بخش نداره. student. پس اینجا با شروع میشه، با صامت شروع میشه. student، یه دونه یوه، یه دونه هم ایه، پس شد 2 تا سیلاب. یا یه چونه دیگه توی فوتوگرافر دقت کنین، توی فوتوگرافر همه میگن فوتوگرافر، من بین جی و آر هیچی ندارم، پس قرار نیستش که خودم بهش مصوت بدم، پس میگم فوتوگرافر، 4 سیلاب. بعدش میرسیم به بخش قشنگ سپل. سپل به معنای هجی کردنه. شما میخواین کلمه ها رو هجی کنی. چجوری سوال میپرسین؟ قشنگترین سوالش اینه How do you spell؟ بعد اون کلمه که مد نظرتونه. How do you spell teacher؟ چجوری اسپل میشه teacher؟ یا مثلا شما اسمتون رو میگین، مثلا میگه I'm Jack. من نمیدونم اسم شما رو چجوری بنویسم، میگم How do you spell Jack؟ خب How do you spell Jack؟ جواب بدین J A C K Jack. پس من توی اسپل کردن حتما باید دونه دونه لتر هامو بگم، دونه دونه حرف هامو بگم، قرار نیست یه دونه کامل بگم. اینم اصلی. خب یه دونه مبحث کلی، یه جنبندی کلی بکنیم. به همین راحتی ما تونستیم درس 1 رو، چپتر 1 رو تموم بکنیم. کاری که ممکنه توی مؤسسه یک کتاب، این درس ممکنه 3 جلسه زمان ببره، ولی شما به راحتی میتونید تو 15 دقیقه یک درس رو تموم بکنید. حالا نکات کلیدیش چیه؟ من توی این درس یاد گرفتم 1 introduce کنم، 2
greet داشته باشم. 3 occupation رو بپرسم. question occupation چی بود؟ what do you do؟ و اینکه spell چجوری اسپلش کنم. بقیه نکاتی که گفتم چیزی بود که ما باید زمینه یاد میگرفتیم تا بتونیم چجوری استفادهش بکنیم بعدها. ولی چیزی که الان توی اسپیکینگ من کمک میکرد introduce yourself. Hi, I'm Betty. Glad to meet you. Glad to meet you. How's everything? I'm great, thank you. And you? I'm great. Take care. See you later. بعدش میتونیم ادامهش بپرسیم what do you do؟ شغلت چیه؟ I'm a pilot. And you? I'm a photographer. How do you spell photographer? Photographer. That's spelling. Okay, have a nice day. Hi, are you Mr. Rashid? Yes, I am. It's a pleasure to meet you. I'm James Evans, president of Top Notch Travel. Welcome to Top Notch. I'm Marie, the receptionist. It's nice to meet you. Hi, I'm Paul. I'm a tour guide. Glad to meet you. Hi, I'm Cheryl. The office manager. Yes. Pleasure. Bob? Bob is A chef? No, Bob's not a chef. Bob is a doctor. No, Bob is not a doctor. Bob is not a singer. He's not an architect. He's not an athlete. Bob. Hi, I'm the mailman. This is Bob. Bob is. An actor.